دو سال است که در همین مؤسسه با کسب دوزندگی موزیکای کسب دوزندگی را از خود کرده ایستاده ام. ما در این مؤسسه شرایط های خوب است، جای خوابشان به پول است، خوراک هایشان به پول است. من پس از ختم لیسه آرزو دارم که به شهر قرغن‌تپه به زادگاهم برگردم، به ارتل کشایم، به کسب دوزندگی به وطن و مردم خدمت کنم.